بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ساختن دوتار که چی شد که ما علاقه بستیم به ساختن دوتار، خدا رحمت کنه جمیع رفتگان شما رو، خدا بیامرز عمودش. ما این مرد رفت آمد زیاد داشتیم، ما خراطی که انجام دادیم، تیشو به دست بودیم، گفتم اما ما دوست دارم که یک دوتا رو خودم درست کنم. ما بگیم مرد خدا بیامرز عمو ما که گفتم عمو ما حقیقت میخوام دوست دارم که یک دوتا رو درست کنم، این خدا بیامرز اوج جوونیاش و خودش خدا بیامرز 2 سال دیگه این حرف که ما گفتیم، این خدا بیامرز رفت ابزار کارشه. همین دوتا اره ارزم بزرگ شما دوه بسکنه ای از اینا 4 تا است خدا بیامرز، یعنی ای اسکنه رو همین اره ها و چند تا ابزار دیگه. این خدا بیامرز زیر بغلش کرده ورش آورده، گفت امو اینا تو یک روز 2 تا درست کردی و هر زمان یک وقت ما مردیم گفتی خدا بیامرز عمو ما. و بله اینا همون خدا بیامرز عمو ما که به یادگاری برای ما مونده و هر زمان که باشه کار میکنیم خدا رحمتش کنه. گفتم ما دوست دارم که یک دوتا رو خودم درست کنم و امو بیا که بریم خودت در یک حساب چوب فروشی ها یک دنه چوب توت بگیریم، ما تیشه کنم تو نگاه کن که ما چجور تیشه میکنم، تو ذهن زیاد داری و یاد میگیری یک دوتا رو درست کنم. خدا دیگه قسمت نرفت که خدا بیامرز عمرش داد به شما بالاخره. و بعد از او بود که تا قسمت که رفتیم پیش استاد ما، استاد آقای محمد حداد. و ما از این مرد همین ساختن دوتا رو یاد گرفتیم از استاد ما آقای حداد و ما مدیون این مرد هستیم تا وقتی که زنده بشیم، مدیون استاد ما استاد حداد هستیم و خدا انشالله 1000 سال بی مرد عمر بده و سایش رو سر همه ما باشه.
استاد نداشتیم ما اونجا. ما استاد نداشتیم. ما همینجوری توکل به خدا این کار شروع کردیم و انشالله انجام بدیم. ما اولین کار ما به یک جایی بود که می‌خواستیم به حساب چاخان کرده باشه. چند رفیق دور هم جمع بودیم. رفیق ما گفت آقا عداد گفتم جا گفت ساز سرنا بریدین درست می گفتم بله. اونها که بلد بودم گفتم بله بهترین رو درست میکنم. یکی گفت فلود یاد گفتم بله بهترین چه درست میکنم. هر کسی یک چیز از ما میخواد همه را وارد بودیم گفتیم بله. ولی یکی تو اینا از رفیقا گفت دوتار یاد داری درست کنی به خاطری که کم نیاورده باشیم گفتم بله دوتارم یاد دارم درست کنم. گفت آقا عداد ما میام پیدات میکنم کارگاهی اگر یاد داری بگو کن دیگه بگردیم ما با شده بود گفتم بله وارد تا اینکه بعد یک مانیم اومد کارگاه ما پیدا کرد گفت آقا عداد پولی که با ما دادی گفتم پول ندارم برون چوب بخورم 50,000 تومان خیلی پول بود تقریبا پول 17-18 تومن جلوتر 50 تومن در آقا داد گفت برو چوب بخورم. ما 50 تومن گرفتم رفتیم چوب خریدیم. چجوری برات بگم 50 تومن شاید 30 تا قاطی بود هر کدوم نخرد. خدایا 3 روز 4 روز ما جان دادیم از توی یک دوتار همه قد بیشتر نتونستم بردارم. خلاصه کلام شب خواب دیدم که یک کاسه درست کردم که تو استان خراسان کسی درست نکرد. عده به عده دوتار کاسه میان که بریم من مزاولی یک دوتار درست کرده که تو استان خراسان اول. از تو پریدم دیدم نه با ما تو اتاق خوابیدم نه کسیه و نه دوتاریه و نه چیه. خلاصه کلام یادم بود ساعت 1 آمدن تو همین مقاطعه همون دوتار به بیداری کاسر ساختم. همون کاسی که تو خواب دیده بودم به بیداری ساختم. این دوتار کاسی ما آدور زمان شروع شد و اینجوری شروع شد. زمانی که این تنه درخت ما بریدیم و بدم عرف فلکه برش بزنیم الگو کاسر در میریم. الگو کاسر که در آوردیم باز با تیشه ما این کاسر قرینش میکنیم همسر ای برابرش همسر میکنیم و همسر که شد با تیشه عرضم بدون شما باز دلش با عرف برمیداریم دل همین کاسر که باز با دل همین کاسر برمیداریم و بعدی که برداشتیم این مته با دره عرضم بدون شما این بسته مرا به دره تو بسته این سبک میکنیم. کاسر که سبک کردیم سبک که شد عرضم بدون یک پرداخت خیلی کوچولی با همین به قول خود ما صنباتی بغلی بزنیمش صنباتی بغلیش بزنیم تا این کاسر یک خورده حیف خشک رفت عرضم بدون شما خشک و خوب رفت. باز این توپی رو بسته میکنیم چوب صاف به قول خود ما میگیم توپی به سر دلیل بسته مرا قشنگ داخل کاسر با این سیغلش بدیم. خب سبکش که کردیم سبک رفت باز عرضم بدون شما تموم کرد یک با این ابزار لیسه ما میگم لیسه اینجور لیسه کشیش میکنه که چشمایی تو دارم با این تموم دیگه. این که تموم شد دیگه آماده به دسته بندی و صفحه بندی که بشه دوتا این ساختن دوتا.